إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. دوستان عزیز و گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که هر کجا تشریف دارید در زیر سایه لطف و رحمت و انعام الله متعال قرار داشته باشید و الله متعال طاعات و عبادات همه من و شما را در این ماه مبارک به درگاه خودش انشاءالله که بپذیرد. مادر من فشار و قند خون بالا دارند. می توانند روزه بگیرند؟ برای بیمار بستگی به تشخیص خودش و برآوردی که خودش از وضعیت خود دارد و توصیه پزشکش دارد. اگر واقعا در حدی هست بیماری و قندشون که نمیتوانند روزه بگیرند و حتما باید چیزی بخورند یا قرصی استفاده بکنند و توانایی روزه را به صورت کلی ندارند و اگر روزه بگیرند بیماریشون تشدید می شود یا طولانی می شود، در این صورت از نظر شرعی ایشون مجاز هستند که روزه نگیرند. روزه برایشون فرض نیست. بعد از رمضان اگر بهبود یافتند روزه رو قضا بیاورند و اگر که بهتر نشدند به جایش فدیه بدهند. به جای هر روز از ماه مبارک رمضان که نتوانستند روزه بگیرند به یک مسکین غذا بدهند، همین مقدار کفایت می کند. آیا تتو در بدن باعث قبول نشدن نماز می شود؟ نه. نماز و وضوی شما صحیح است. کسی که در بدن خودش تتو دارد از نظر شرعی وضویش، غسلش و نمازش هم صحیح است، زیرا که تتو یک جرم خارجی ندارد، یک مانع اضافی بر روی پوست نیست، هرچی هست زیر پوست هست و زمانی وضو و غسل درست نیست که یک لایه اضافی بر روی پوست چسبیده باشد. پس بنابراین کسی که تتو دارد و هاشور کرده یا مواردی از این قبیل هست، از نظر شرعی هم وضویش صحیح هست، هم غسلش و هم نمازش. منتها از نظر شرعی تتو کردن بدون ضرورت از نظر شرعی جایز نیست و حرام است. روزه گرفتن بدون نماز قبول هست؟ روزه گرفتن یک عبادت جداگانه هست و نماز یک عبادت جداگانه و هر دو از ارکان اسلام هستند، اما مهمتر از روزه نماز هست. حکم نماز مهمتر هست و اولویت دارد در شریعت اسلامی، به اندازه ای که بسیاری از علمای سلف معتقد بر این هستند که کسی که نماز نمیخواند در واقع کافر هست و هیچ وقتی که کافر هست هیچ کدام از عباداتش قبول نمیشوند. پس بنابراین باید در این زمینه بسیار شما مواظب باشید. مهمتر از روزه گرفتن همون نماز هست که شما نماز بخوانید. بالفرض اگر قرار بود که به اصطلاح یک فردی رو به اصطلاح اختیار بدند که انتخاب بکند که چون این اختیاری وجود ندارد، نماز بر روزه مقدم هست. هر دو مهم هستند و جز ارکان و اصول دین هستند و به هیچ عنوان نباید یکی رو رها بکنیم یکی رو به اصطلاح انجام بدیم. بر هر دو باید از نظر شرعی عامل باشید. من یادم نبود یک لیوان آب خوردم، آیا روزم شکسته؟ برای کسی که یادش نیست، یعنی فراموش کرده که روزه هست و یک چیزی خورد، از نظر شرعی روزهش نشکسته، روزهش صحیح هست، ولو اینکه تا سیر هم خورده باشید. وقتی که یادتان نبوده از نظر شرعی روزه شما نشکسته و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الله متعال از امت من نسیان رو برداشته، یعنی حکمش رو برداشته، مؤاخذه و مجازاتش نمی کند. شما که نسیانن و از روی فراموشی خوردید از نظر شرعی روزهتون صحیح هست و روایت دیگری هم هست در صحیح بخاری و مسلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من نسیه
من نسی و هو صائم فاکل او شرب. اگر کسی روزه بود و فراموش کرد که روزه هست، یک چیزی خورد و نوشید، فلیتم صومه، روزه خودش را کامل بکند. فانما اطعمه الله و سقاه، این یک آب و غذایی بوده که الله متعال به اون داده. به این معنی که الله متعال مؤاخذه نمی کند. شما فراموش شدید خوردید، روزهتون از نظر شرعی اشکالی ندارد و کاملا صحیح است و نیازی به قضا هم ندارد. سوال داشتم که پس از مرگ فاتحه خواندن چگونه به شخص فوت شده میرسد؟ از نظر شرعی از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم فاتحه خواندن یا قرآن خواندن برای میت ثابت نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم عزیزان زیادی را از دست دادند. همسرشون رو، حضرت خدیجه را، دخترانشون رو، پسران خودشون رو در حیات خودشون از دست دادند. عموی خودشان را، سید الشهدا را و بسیاری از صحابه را از اهل بیت و غیر اهل بیت از دست دادند. اما حتی در یک موردی هم ثابت نشده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده باشند که برای فلان صحابی و فلان مرده شما فاتحه بخوانید یا قرآن را ختم بکنید. ما باید پیرو رسول الله باشیم. ما اهل سنتیم، یعنی سنت و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم. در سنت و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی به عنوان فاتحه خواندن یا ختم قرآن برای میت وجود ندارد. گرچه بسیاری از علما این رو قیاس کردن بر حج، بر عمره، بر صدقه که ثوابش به میت میرسد و میگویند که هر عبادتی که شما انجام بدهید به میت میرسد. اما عملا خود رسول الله یا صحابه چنین کاری رو نه انجام دادند و نه دستور دادند. بهترین مورد برای مردگان این است که ما برایشون دعا بخوانیم، صدقه جاریه بدهیم برایشون و خیرات بکنیم برایشون، در واقع حج برویم، عمره انجام بدهیم، قرآنی رو مثلا بخریم و وقف بکنیم و مواردی از این قبیل. و بهترین و ساده ترین روش ایصال ثواب و یاد کردن مردگان همین است که شما برایشون دعا بکنید. همین که پروردگار و مردگان ما رو از جهنم نجات بده، آنها رو به بهشت وارد بگردان، آنها را با انبیا و نیکان و صالحان محشور بگردان، همین بالاترین درجه ایصال ثواب و راحت ترینش هست. من ناراحتی معده دارم، آیا می توانم کفاره روزه خودم را بدهم به کسی؟ بله، اگر که نمی توانید روزه بگیرید، ناراحتی معده‌تون در حدی هست که واقعا و خودتون هم تجربه کردید نمی توانید، اذیت می شوید و توانایی روزه را ندارید، در این صورت می توانید که به جایش فدیه بدهید. به جایش فدیه بدهید. به تعداد روزه های رمضان به 30 نفر یا 29 نفر شما یک وعده غذا بدهید. این فدیه روزه شما در واقع شمرده می شود. من نامزدم را در عقد طلاق دادم. آیا راهی دارد که دوباره با هم ازدواج کنیم؟ برای کسی که نامزدش را در دوران نامزدی، در دوران عقد نامزدش را طلاق داده، از نظر شرعی این طلاق باین هست. حتی وقتی که یک طلاق هم بدهید، این در واقع تبدیل می شود به طلاق باین. طلاق باین معنیش این است که این زن و شوهر یا این دختر و پسر به صورت کلی از همدیگر جدا هستند. به صورت کلی از همدیگر کاملا جدا می شوند و جایی برای رجوع کردن نیست. جایی برای رجوع کردن نیست و الله و عده‌ای هم وجود ندارد. یعنی بر این خانم که در عده طلاق، در دوران عقد طلاق داده شده، حکمش این است که عده‌ای بر اون لازم نیست، زیرا که الله متعال صراحتا در سوره احزاب این مطلب را بیان کرده: یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. ای مؤمنان، وقتی که شما زنانی را نکاح کردید و قبل از این که با آنها هم بستر بشوید، آنها را دست بزنید، آنها را طلاق دادید، فما لكم علیهن من عده تعتدونها. شما هیچ گونه عده‌ای بر زنان ندارید که آنها عده بگذارانند برای شما و رجوع هم در زمان عده ممکن است. تا زمانی که زن در حالت عده هست، شوهر میتواند رجوع بکند. وقتی که اساساً عده‌ای وجود ندارد، یعنی حقی برای رجوع هم وجود ندارد. منتها وقتی که یک کسی زنش را یا نامزدش را در دوران
عقد، در دوران عقد و بدون همبستری، به شرط این که با هم همبستر نشده باشند، آمیزش نکرده باشند، اگر طلاق بدهد همون طلاق اول می شود طلاق باین، از همدیگر جدا هستند، حق رجوع ندارند. اما می توانند که با عقد جدید و مهر جدید دوباره با همدیگر ازدواج بکنند. بله، اگر شما همبستر نشدید، در این صورت اگر که به اصطلاح یک طلاق باین هست و حق رجوع ندارید، منتها با عقد جدید و مهر جدید می توانید با همدیگر ازدواج بکنید. و در صورتی هم که همبستری کرده باشید، اگر یک طلاق دادید یا دو طلاق دادید، باز هم می توانید که رجوع بکنید. در این صورت این زن عده دارد تا 3 عادت ماهیانه یا مساوی با همون 3 ماه شما می توانید که رجوع بکنید، به همدیگر برگردید و زندگی خودتون را ادامه بدهید. همسرم 1 ماه دستش شکسته، نتوانسته شستشو بده، دستشو فقط در حد ضد عفونی هست. آیا غسلش درسته؟ میتونه روزه بگیره؟ در مورد غسل و وضویش، اگر که غسلی بر اون واجب هست، بقیه بدن خودشان را بشویند، این قسمتی که شکسته این رو نشویند. وقتی که زخمی وجود داره، اگر آب به اون برسه زیان داره براش، بیمار میشه، عفونت میکنه، این قسمت رو نشویند. و اگر هم که باند پیچی هست، فقط همین که روی باند دست رو خیس بکنند وقتی که غسل کردن، بقیه بدنش رو آب بکشند و این قسمت رو، دستی که خیس هست، این گونه بر روی دستش بکشند، همین مقدار کفایت میکنه. وضو و غسلشان درست هست و نمازشون هم درسته و برای روزهشون هم اشکالی نداره. روزه اصلا کاری نداره به این که کسی مثلا دستش شکسته باشه، مجروح باشه یا مواردی از این قبیل. اگر میتواند روزه بگیرد از نظر شرعی و روزش کاملا صحیح است. آیا سیگار کشیدن روزه را باطل می کند؟ بله، سیگار کشیدن، سیگار و بقیه مخدرات و هر چیزی که نشه آور باشد از نظر شرعی، اینها از دیدگاه جمهور فقها جزء شکننده های روزه هم محسوب می شوند، جزء شکننده های روزه هستند و چون این شخصی باید یک روز دیگری را باید قضا بیاورد. حکم شرکت در قرعه کشی های ماشین که شرکت کننده مبلغی را پرداخت می کند، آیا درست است؟ ببینید، روش هایی که الان وجود داره و بگم که بهتر عرض بکنم که کلاهبرداری هایی که امروزه وجود داره که اعلام میکنن به طور مثال هر کسی برای شرکت در قرعه کشی نمیدونم 1 میلیون تومان کمتر بیشتر باید پرداخت بکند تا اینکه در قرعه کشی شرکت بکند و نمیدونم یک خودرو یا وسایل خانه یا هر چیزی دیگری به چند نفر از شرکت کنندگان یا به 1 نفر از شرکت کنندگان در واقع تعلق میگیرد. این کار از نظر شرعی حرام و گناه کبیره و از اعمال مشرکان مکه هست که قرآن با صراحت تمام آن را حرام و ممنوع اعلام کرده. دقیقاً همین روش قرعه کشی که امروزه بعضی راه انداختند و از این طریق مال مردم را به ناحق و حرام میخورند، در زمان جاهلیت در مکه مردم هم همین کار را انجام میدادند. می اومدند به طور مثال یک شتر را میخریدند، پیش خرید میکردند، به این معنی که به اصطلاح پولش رو نمیدادند، این رو به اصطلاح ذبح میکردند، تقسیم میکردند بر 10 قسمت، گوشت شتر را تقسیم میکردند بر 10 قسمت و یک سری تیره های بخت آزمایی بود، مثل این تیره های بخت آزمایی که امروزه وجود دارد. یک تیره های بخت آزمایی داشتند و روی هر یکی یک سهمی نوشته بود. روی یک تیر مثلا نوشته بود 7 سهم، روی یک تیر نوشته بود 3 تا سهم، روی چند تیر دیگه نوشته بود که خالی هست، یعنی هیچ گونه سهمی نداره. اینها رو میانداختند و هر کسی که به اصطلاح سهمش در می اومد بهش گوشت میرسید. اون چند نفری هم که سهمی برایشون در نمی اومد، گذشته از این که دستشون هیچ چیزی نمی گرفت، باید پول شتر رو هم اونها میدادن. دقیقاً همین چیزی هست که امروزه به عنوان قرعه کشی برای ماشین یا موارد دیگر هست که چند نفر به اصطلاح 100 نفر 1000 نفر شرکت میکنند، هر شرکت کننده یک مبلغی رو پرداخت میکند، نهایتاً قرعه کشی میکنند، 1 نفر برنده میشود، 2-3 نفر برنده میشود، بقیه پولشان در واقع سوخت میکنند. هر
موردی که شما در یک جای شرکت بکنید احتمال داشته باشه که شما یک فایده‌ای ببرید از اون پولی که دادید یا اینکه پول خودتان از بین برود، این در واقع قمار هست و تلفظ صحیح و به اصطلاح قرآنیش همون قمار، از زبان عربی قمار صحیح تر است، اما قمار جا افتاده. این در واقع همون قمار هست و جایز نیست. الله متعال این حکم رو در سوره مائده بیان کرده و صراحتا فرموده که یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ای کسانی که ایمان آوردید، خمر، شراب و میسر، قمار. میسر دقیقا همین چیزی هست که عرض کردم که امروزه به عنوان قرعه کشی شمرده می شود. والانصاب و ذبح کردن حیوان بر پای بت‌ها و قربانگاه های مشرکان. والازلام همین تیره های بخت آمیزی و قرعه کشی، اینها رجس هستند، پلید هستند. یعنی هم این که رجس و پلیدی معنوی و هم حقیقی دارند، پلید و نجس هستند و از اعمال شیطان هستند. الله متعال دستور داده فاجتنبوه، از آن پرهیز بکنید، لعلکم تفلحون، تا اینکه رستگار بشوید. یعنی اگر این کار را کردید در واقع رستگار نمیشوید، حتما باید پرهیز بکنید. ببینید بحث قمار یا همین قرعه کشی، من سراغ ندارم در میان گناهانی که در شریعت اسلامی وجود دارند اگر یک فرد دیگر را دعوت به گناه بکند، این کفاره برایش ذکر نشده، فدیه براش ذکر نشده. اما بحث قمار به اندازه سنگین هست و به اندازه گناه هست که حتی حرف زدنش هم گناهه. همین که شما حرف قمار را بزنید و این که مثلا بگید که بیا قرعه کشی بکنیم این گونه، مثلا به طور مثال شما ماشینی برنده بشوید، خود همین هم گناه هست، چه برسد به این که این کار را عملا شما انجام بدهید. روایتی هست در صحیح بخاری و مسلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من قال لصاحبه تعال اقامرک فلیتصدق. اگر کسی به رفیقش و دوستش گفت که بیا با هم قماربازی و میسر بکنیم یا قرعه کشی بکنیم، این روشی که هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند فلیتصدق، برای این که گناه این حرفش و این دعوت و این فراخوانش پاک بشود، صدقه بدهد. کسانی که این کار را انجام میدهند در واقع به نص قرآن دارند مال مردم را به حرام و ناجایز میخورند و از نظر شرعی به هیچ عنوان جایز نیست. این قرعه کشی نیست، این همون قمار و میسری است که قرآن کریم با صراحت تمام آن را حرام قرار داده. آیا میشه در خانه تنهایی تراویح خواند؟ بله، هیچ اشکالی ندارد. اگر کسی خواسته باشد تنهایی در خانه نماز تراویح بخواند، خودش یا خانم ها در خانه بخوانند، هیچ گونه اشکال و ممانعت شرعی در این زمینه وجود ندارد. چه خانم باشه چه آقا باشه، در خانه شما خواستید که با همدیگر بخونید، به صورت جماعت یا به صورت تنهایی بخونید، از نظر شرعی در این زمینه ممانعتی وجود ندارد. من یک زن متأهلم، دوست دارم محجبه باشم ولی شوهرم نمیگذارد، باید چه کار کنم؟ آیا گناهش واسه شوهرمه یا نه؟ ببینید، ما یک قاعده داریم در این زمینه که لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق. در برای به اصطلاح اطاعت مخلوق، پیروی از مخلوق در صورتی که به بهای نافرمانی از الله متعال باشد، جایز نیست که شما اطاعت بکنید. جایز نیست که اطاعت بکنید. اگر منظور شما از محجبه بودن این است که حجاب به اصطلاح شرعی داشته باشید و به اصطلاح بدنتون کاملا پوشیده باشه، لباس کاملی پوشیده باشید، در این صورت اطاعت کردن از شوهر لازم نیست، زیرا که در این زمینه اختلافی وجود ندارد که بدن زن عورت هست و باید پوشیده بشود. اما اگر منظورتون از محجبه بودن یعنی نقاب زدن، پوشیدن صورت هست، در این صورت اگر شوهرتون راضی نیست می توانید که از اون اطاعت بکنید، زیرا که در این زمینه در میان فقها اختلاف نظری وجود دارد و بسیاری از فقها نظرشون بر این است که پوشیدن صورت واجب نیست. در این صورت از نظر شرعی برگردن شما هم اشکالی وجود ندارد.
آیا انسولین برای دیابت باعث باطل شدن روزه می شود؟ نه. انسولین و به صورت کلی آمپول های دیگری که مغذی نیستند، یعنی آمپول هایی که جایگزین غذا نمی شوند و بدن را از غذا بی نیاز نمی کنند، از نظر شرعی اشکالی ندارد. از نظر شرعی اشکالی ندارند و اینها جز شکننده های روزه محسوب نمی شوند. سید الاستغفار چه دعایی است؟ دعای سید الاستغفار در صحیح بخاری آمده. در صحیح بخاری روایتش صحیح است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که هر کسی که این سید الاستغفار را در روزی بخواند، یا اینکه در شبی بخواند این سید الاستغفار را و در اون روز یا شب وفات بکند و از دنیا برود، بهشتی هست، به بهشت می رود. یعنی اینکه این سید الاستغفار در واقع تأثیرش به اندازه‌ای هست که گناهان این شخص بخشیده می شوند و توبه اش پذیرفته می شود. سعی بکنیم که این دعای سید الاستغفار را همیشه بخوانیم، حفظ داشته باشیم، حداقل در هر صبح و شام یک مرتبه این را بخوانیم. این دعا این هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم این دعا را این گونه بیان کردند که اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدك و انا على عهدك و وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت و ابوء لك بنعمتك علي و ابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. این دعای سید الاستغفار هست که پیامبر فرمودند هر کسی در روز این را بخواند تا شب نشده بمیرد و اگر در شب بخواند تا صبح نشده بمیرد، وارد بهشت می شود. یعنی گناهانش آمرزیده می شوند، توبهش را الله متعال میپذیرد. معنی این دعا این است که پروردگارا، تو پروردگار من هستی، تو رب من هستی، غیر از تو معبود دیگر و اله دیگر وجود ندارد. تو ما را آفریدی، من بنده تو هستم و من بر پیمان تو هستم تا جایی که بتوانم پایبند احکام شرعی هستم. پروردگارا از شر آنچه خود من کرده ام به تو پناه میبرم. پروردگارا به نعمتهایی که بر من دانی اعتراف میکنم و به گناهانی که کرده ام من معترف هستم. پروردگارا پس تو گناهان مرا بیامرز، زیرا که غیر از تو آمرزنده‌ای وجود ندارد. این دعای سید الاستغفار هست و هر کسی که این را بخواند این فضیلت و این تأثیر را دارد، به شرط اینکه این دعا را انسان خالصانه و صادقانه با نیت صادق و خالص بخواند که پروردگارا من عذرخواهی میکنم از تو، من از تو طلب آمرزش میکنم. قطعا الله متعال این فضیلتی را که در این روایت ذکر شده انشاءالله که شامل حال شما هم میشود. با دهان روزه دندان خود را بکشیم روزه باطل می شود؟ نه، روزه باطل نمی شود. اگر کسی در حالی که روزه هست دندان خودش را بکشد یا پر بکند یا کار دیگری بر روی دندان انجام بدهد، این جزء شکننده های روزه محسوب نمی شود و روزه شما درست هست. یا شیخ، یک پیرزنی که 90 سال دارد و توانایی ندارد روزه بگیرد، می توانیم که به اون نگوییم که رمضان است؟ شما سعی بکن به اون بگویید که رمضان هست، به اون بگویید که رمضان هست و اگر توانایی روزه ندارد از نظر شرعی معاف هست. پیرزنی که به اصطلاح 90 سال داره و نمیتونه که روزه بگیره، خب میتونه حداقل ذکر بکنه، مثلا تلاوت قرآن بکنه. ذکر کردن که راحته، بهش بگه مثلا ذکر بکنه ماه مبارک رمضان هست و بهش تفهیم بکنیم که الله متعال شما رو معاف کرده و روزه بر شما فرض نیست کسی که توانایی ندارد و به جای روزه گرفتن برایش فدیه بدهید. اگر هوش و حواسش کامل هست به جای روزه هایش فدیه بدهید، به 30 نفر مسکین غذای یک وعده غذا بدهید، همین مقدار کفایت میکنه. اما اگر میدونید که واقعا به اندازه‌ای هست که پیرزن به اصطلاح به قول معروف اگر که شما بگید که رمضان هست و اصلا غذا نمیخوره، خودش اذیت میشود و به اصطلاح دچار مشکل میشود، باز هم از نظر شرعی اشکالی نداره که اگر به اون نگفتید گناهی رو مرتکب نشدید.
نماز تراویح را خانم ها در مسجد بخوانند یا منزل؟ هر کجا که دوست دارند. اگر در منزل میتونن بخونند اشکالی نداره، اساسا و اصلا این است که در منزل بخونند. اگر مسجد جایی هست، نزدیک هست، امنیت وجود داره و مشکلی وجود نداره، شوهرتون اجازه میده، میتونید که برید در منزل بخونید و در مسجد بخونید. هیچ گونه اشکالی در این زمینه وجود نداره. خودتون مصلحت خودتون رو نگاه بکنید. اما به صورت کلی نماز زن در منزل اولاتر و بهتر هست و ثوابش بیشتر است. اما اگر خانم هایی هستند در جایی که مثلا تنها باشند، اصلا شوق و ذوقی برای نماز ندارند، به قول معروف نمیتونن نماز بخونند، اما در مسجد مجبور میشن پشت سر امام بهتر میتونن نماز بخونند. اگر که شرایط فراهم هست و هیچ گونه از نظر شرعی هم ممنوعیتی در این زمینه وارد نشده. ما توی مسافرت هستیم، نزدیک 700 کیلومتر از وطنمون اومدیم. الان اگر روزه نگیریم اشکالی دارد؟ اگر شما در حال سفر هستید و روزه گرفتن برایتون یک مقدار مثلا سخت مشکل هست، میتوانید روزه نگیرید اگر در حال سفر هستید. اما اگر رفتید در یک کشور و در یک شهر دیگری مقیم هستید، در اونجا خونه گرفتید، خانه به اصطلاح کرایه کردید یا مثلا هتلی اجاره کردید، یک ماه کمتر مثلا 2 هفته در اونجا هستید، نشستید، در حال سفر نیستید، در این صورت روزه بگیرید. حتی اگر انسان در حالت سفر هم باشه و روزه گرفتن برایش زیاد سخت نباشه، روزه بگیرد اولاتر و بهتر هست. و ان تصوموا خیر لکم، بهتر است که روزه بگیرید، چه بسا که بعد از رمضان فرصتی برای قضا آوردن پیدا نکنید یا این که برایتون سخت باشه، پس همان بهتر که الان روزه بگیرید. استفاده از شیاف مقعدی روزه را باطل می کند یا خیر؟ استفاده کردن از شیافه ها تفاوتی ندارد که شیاف مقعدی باشد یا شیاف به اصطلاح واژنی باشد که خانم ها استفاده می کنند. از نظر شرعی اینها جز شکننده های روزه نیستند، جز شکننده های روزه حساب نمی شوند و در حکم خوردن و آشامیدن هم نیستند. نه در حکم خوردن و آشامیدن هستند و نه بدن را از آب و غذا بی نیاز می کنند. و نقطه سوم این که اینها به معده نمی رسند. پس بنابراین استفاده کردن از شیاف برای خانم ها، شیاف واژنی یا حتی شیاف مقعدی برای هر کسی که به اصطلاح مجبور هست به عنوان مداوا استفاده بکند، اینها جز شکننده های روزه شمرده نمی شوند و روزه شما کاملا صحیح است. منتها اگر به خاطر احتیاط هم شده که دو طرف به اصطلاح روز شما اینا رو استفاده بکنید، وقت سحر استفاده بکنید و بعد از غروب استفاده بکنید، قطعا این اولاتر رو بهتر هست. روزه با چه کارهایی باطل می شود؟ عموما تقریبا 6 مورد هستند که جز شکننده های روزه هستند. 6 موردش متفق هستند، یعنی که همه علما نظرشون بر این هست که این 6 مورد جز شکننده های روزه هستند. مهمترین موردش خوردن و آشامیدن هست. خوردن و آشامیدن، کس زمانی که کسی دیده و دانسته، نه به فراموشی و خطا، اون چیزی که فراموشی باشه، خطا و نسیان باشه، اون رو الله متعال مؤاخذه نمی کند. اگر کسی دیده و دانسته چیزی بخورد و بیاشامد، و حکم دوم، صورت دوم اون چیزهایی هست که به اصطلاح در حکم خوردن و آشامیدن هستند. در حکم خوردن و آشامیدن. خوردن و آشامیدن نیست، انسان چیزی نخورده، نه آشامیده، اما کاری رو انجام داده که در حکم خوردن و آشامیدن هست، به این معنی که بدن رو از غذا بی نیاز میکنه. مانند سرم به طور مثال که انسان رو از آب و غذا بی نیاز میکنه، یا مانند این که مثلا فردی دیالیز بشه، کلا خونش عوض بشه، نیازی به اصطلاح تغذیه نداشته باشه. اینها جز مواردی هست که شکننده روزه هستند. و سومین مورد جماع و همبستری هست.
سومین مورد این که زن و شوهر با همدیگر در هنگام روزه همبستری بکنن، در روزه که این سخت‌ترین و شدیدترینش هست. مورد چهارم هم خود ارضایی هست. اگر کسی خود ارضایی کرد روزش از نظر شرعی شکسته. و مورد پنجم استفراغ عمدی هست. استفراغ عمدی، اگر کسی بنابر بیماری استفراغ کرد روزش نشکسته، روزش از نظر شرعی نشکسته. اما اگر کسی عمدن استفراغ کرد در این صورت روزش شکسته. و مورد ششم هم که مخصوص خانم ها هست، شروع شدن عادت ماهیانه یا نفاس هست. به محض این که در طول روز خانمی پریود بشود، عادت ماهیانه شروع بشود، یا خانمی که باردار هست وضع حمل بکند، نفاس و خونریزی شروع بشود، در واقع روزش شکسته. و بسیار از علما هم حجامت را جز شکننده های روزه در واقع ذکر کردند. این 6 مورد جز شکننده های روزه شمرده می شوند. آب مزی روزه را باطل می کند؟ خیر، آب مزی روزه را باطل نمی کند. ببینید، ما از نظر شرعی و طبیعی چیزی که از بدن دفع می شود، از راه جلو دفع می شود، چندین مورد داریم. یک موردی که ادرار هست. ادرار رو همه می دانند. ادرار که هم به اصطلاح نجس هست و همین که شکننده به اصطلاح وضو هست و اگر بر لباس برسد باید شسته بشود. مورد دوم یک به اصطلاح ودی هست. ودی یک مایع غلیظ و شفاف رنگی هست که بعد از ادرار خارج می شود، بلا فاصله بعد از ادرار خارج می شود. این تابع ادرار هست، حکمش همون حکم ادرار هست. و مورد سوم مزی هست، یعنی آب رقیق و شفافی که در هنگام تحریک جنسی از عضو تناسلی خارج می شود. این اسمش مزی هست و این هم از نظر شرعی حکمش مانند ادرار هست. این 3 مورد به اتفاق علما نجس هستند و اگر خارج شد باید که انسان وضو بگیرد و اگر که به لباس اصابت کرد، لباس آغشته شد، اون قسمت را باید آب بکشید. اما غسلی لازم نمی شود، شکننده روزه هم نیستند. مورد چهارم منی هست. مورد چهارم منی هست که آب سفید و غلیظی هست که در هنگام ارضا شدن کامل از بدن انسان خارج می شود. حکم این مورد با بقیه فرق می کند. هم درباره طهارت و نجاستش متفاوت هست که بسیار از علما معتقد هستند که به اصطلاح طاهر هست، پاک هست و برخی از فقها اون رو نجس می دونند. و هم این که وقتی که از بدن در حالت شهوت و با لذت و جهندگی خارج شد، غسل بر انسان واجب می شود و روزه را هم در صورتی که به اصطلاح عمدی باشد روزه را میشکند. اما اگر کسی خواب بود و احتلام شد، منی از بدن خارج شد یا به خاطر بیماری خارج شد، در این صورت نه غسل بر اون واجب هست و نه روزش میشکند. آیا غسل زن در ماه رمضان باید قبل از اذان باشد یا نه؟ نه، لازم نیست که به اصطلاح قبل از اذان غسل بکنید. اگر خانمی به طور مثال در شب عادت ماهیانش تمام شده، بعد از عشاء فرض کنیم که عادت ماهیانش تمام شده، الان باید غسل بکند، در طول شب فرصت پیدا نکرد که غسل بکند، مثلا سحری خورد، اذان گفته شد، بعد از اذان رفت غسل کرد و نماز صبحش را خواند، از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی نداره. و حکم جنابت شبانه هم همین هست. اگر مردی، خانمی، آقایی در شب جنوب شده بود، حالا به هر دلیلی میتواند که سحری بخورد، هیچ گونه اشکالی ندارد. اذان که گفته شد بعد از اذان برود غسل بکند و روزش رو بگیرد. عملا رسول الله صلی الله علیه وسلم احیانا این کار رو انجام میدادند، یعنی غسلشون به تأخیر میافتاد بعد از اذان فجر و این از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی ندارد. من دخترم 7 ماهشه، شیرخوار هست. روزه را یک درمیان بگیرم گناه دارد؟
اگر که به اصطلاح نوزاد شما به اندازه ای هست که مثلا نمیتواند که از غذای دیگری استفاده بکند، مکمل غذایی ندارد و معمولا 6-7 ماه شاید نتونه که غذای دیگری بخورد و در این صورت شما هم اگر که روزه بگیرید به اصطلاح شیرتان کم می شود و این کودکتان گرسنه میماند، در این صورت جایز هست که روزه نگیرید. در این صورت جایز هست که شما فعلا روزه نگیرید و بعد از رمضان بگیرید. اگر میتونید که به قول شما یک درمیان هم بگیرید، باز هم از نظر شرعی شما گناهی رو مرتکب نشدید و روزه شما به اصطلاح اون روزهایی رو که گرفتید صحیح است. روزی رو که نگرفتید بعد از رمضان انشالله قضایی بیاورید. آیا اگر کسی روزش را شکست باید 60 روز روزه بگیرد؟ در مورد شکستن روزه فقط یک مورد داریم که اگر کسی با اون یک مورد روزه خودش را بشکند کفاره دارد. موارد دیگر کفاره ندارند، فقط قضا دارند. قبلا هم خدمت شما شکننده های روزه و مبطلات روزه را عرض کردم. یعنی این که اگر کسی یک چیزی خورد و آشامید به طور مثال، یا فرض کنیم که بیمار بود و مجبور بود که سرم بزند، یا یک فردی فرض کنیم که خود ارضایی کرد، یا این که عمدن استفراغ کرد، یا این که مثلا خانمی عادت ماهیانه شروع شد، در تمام این گونه موارد فقط یک روز در مقابل یک روز هست. یک روز در مقابل یک روز هست. فقط در صورتی که یک زن و شوهری در زمان روزه، در روز رمضان که هر دو نفر روزه باشند، با همدیگر اگر بستری کردن، آمیزش کردن، در این صورت هم روزهشان شکسته و هم قضا بر اونها لازم هست و هم کفاره لازم هست. هم قضا و هم کفاره لازم می شود. یک روایتی داریم در این زمینه که حکم این مسئله رو بیان کرده. در صحیح بخاری و مسلم روایتی آمده که یک فردی پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و سراسیمه بود و شتابان اومد و گفت یا رسول الله هلکت، یا رسول الله من تباه شدم، خودم رو تباه کردم. پیامبر فرمودم چه شده؟ ایشون در جواب گفت وقعت علی امرأتی فی رمضان. من گفت که در رمضان در حالت روزه هم بستر شدم با همسر خودم. رسول الله صلی الله علیه و سلم که در اونجا نشسته بودند حکم شرعی رو این گونه بیان کردند که آیا یک برده داری که آزاد بکنی؟ گفت نه یا رسول الله، من فقیرم و چیزی برای آزاد کردن ندارم. بعد از آن رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که آیا می توانی 60 روز پشت سر هم روزه بگیری؟ گفت یا رسول الله این هم تواناییشو ندارم، 60 روز پشت سر هم نمیتونم روزه بگیرم. مرحله سومش رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود آیا می توانی 60 مسکین را غذا بدهی؟ 60 مسکین را غذا بدهی؟ گفت یا رسول الله من فقیرم، این هم توانایی ندارم. داستان ادامه داره که بعد یک کسی اومد یک سبد خرمایی آورد و رسول الله صلی الله علیه و سلم این خرماها رو، این زنبیل خرما رو داد به همین فرد که اینا رو برو صدقه بده. شاهد این حدیث این است که اگر کسی همبستری کرده باشد در ماه رمضان، در روز رمضان که زن و شوهر به اصطلاح هر دو روزه باشند، حکمش این است که روزهشان شکسته، هر دو نفر گناهکار هستند، یک روز حتما باید به عنوان قضا روزه بگیرند و اضافه بر آن باید کفاره هم بدهند. کفاره هم بر هر دو نفرشان لازم می شود. امروزه برده وجود نداره که آزاد بکنند. در مرحله اول باید 2 ماه پشت سر هم هر کدامشون جداگانه روزه بگیرند. اگر که خانم هم با رضایت این کار باش انجام شده، اونم باید کفاره بدهد. هر کدامشون 60 روز پشت سر هم باید روزه بگیرند. اگر توانایی روزه را نداشتند، باید 60 مسکین در مقابل یک روزی که به اصطلاح هم بستری کردن در حالت روزه، باید به 60 مسکین غذا بدهند. از دیدگاه جمهور علما این حکم فقط مخصوص کسی هست که روزش را با جماع و آمیزش شکسته باشد،
نه با خوردن و آشامیدن و موارد دیگر. اما در فقه حنفی این مورد را تأمین دادند، یعنی اینو حکم اصلی را گفتند که این حکم برای کسی هست که حرمت رمضان را شکسته باشه. تفاوتی نداره که با خوردن و آشامیدن باشه یا با استمنا و خود ارضایی باشه یا با همبستری باشه. در فقه حنفی تفاوتی قائل نشدند. اما نظر جمهور در این زمینه با توجه به این روایت که فقط در این زمینه آمده و در زمینه‌های دیگر چنین حکمی آمده، نظرشون بر این است که فقط در مورد همبستری و آمیزش در روز رمضان این کفاره وجود دارد. اما اگر کسی به صورت دیگری روزش را شکست، از نظر جمهور کفاره بر چنین فردی لازم نیست. حرف زدن با نامحرم در رمضان به صورت تلفنی روزه را باطل می کند. این که در حدی باطل بکند که شما باید قضا بیاورید، نه، قضای روزه لازم نیست. اگر کسی با نامحرمی حرف زد، قضای روزه بر اون لازم نیست. اما در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من لم یدع قول الزور والعمل به، کسی که گفتار زشت و بد را، گفتار نامناسب را و عمل کردن بر آن را، دروغ را و بهتان را، حرفهای نامناسب را ترک نکند، الله متعال هم نیازی ندارد که شما به خاطر الله خودتون را گشنه و تشنه بکنید. یعنی هدف از روزه گرفتن این است که انسان تقوا داشته باشد، پرهیزگاری داشته باشد، از گناه و معصیت الله متعال دوری بکند. انسانی که در عین روزه گرفتن باز هم دچار گناه بشود و گناه انجام بدهد، پس این روزه برای شما هیچ گونه تأثیری نداشته. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بسیاری از انسان‌های روزه‌دار هستند که از روزه هیچ گونه سهم و ثوابی ندارند جز همون گرسنگی و تشنگی که تحمل کردند. انسان همیشه باید پایبند احکام شرعی باشد. از مواردی که جز محرمات هستند الله متعال حرام کرده باید پرهیز بکند، خصوصا در ماه مبارک رمضان. اما اگر کسی این کار رو انجام داد به عنوان حکم شرعی، روزش باطل نیست که قضا بر اون لازم باشه، اما گویا که اصلا روزه هم نگرفته است. آیا تمام قرآن کریم بر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در ماه رمضان نازل شده است؟ نه، بر رسول الله صلی الله علیه و سلم در رمضان نازل نشده، بلکه از لوح محفوظ به آسمان دنیا نازل شده. قرآن کریم به صورت کامل از لوح محفوظ به آسمان دنیا در ماه رمضان و در شب قدر نازل شده. اما بر رسول الله صلی الله علیه و سلم قسمت قسمت، آیه آیه، چندین آیه، بخش بخش بر رسول الله صلی الله علیه و سلم در طول 23 سال نبوت ایشان نازل شده است. به صورت یک جا بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل نشده. من تازه عمل شدم، دهانم بخیه داره، روزه واجبه؟ خب چه بهتر دیگه، برای شما دیگه فرصت خوبی گیریتون آمده، دهانتون بخیه داره، خب چیزی نخورید که اذیت نشید و بخیه هم دیگه باز نشوند. اما از نظر حکم شرعی اگر توانایی روزه گرفتن را دارید، یعنی دارویی نیست که بخورید، لازم نیست، پزشکتون گفته که میتوانید روزه بگیرید، روزه گرفتن مریضی شما را تشدید نمی کند، در این صورت روزه بگیرید. و اگر نه برایتون ضرر و زیانی دارد، خودتون تشخیص میدید که اگر روزه بگیرید نمیتونید روزه بگیرید، برایتون ضرر و زیانی داره و پزشک هم گفته روزه نگیر، در این صورت میتوانید که فعلا روزه نگیرید و اینو به تأخیر بیاندازید برای بعد از ماه مبارک رمضان. اگر کسی بعد از مغرب قبل از افطاری با همسرش هم بستر بشود، آیا روزش قبول است؟
حالا این چه کاری است که شما این همه عجله دارید؟ از آن که گفت یک لیوان آب بخورید، یک استکان چایی بخورید، چند دانه خرمایی بخورید، تا به قول معروف یک مقدار جون بگیرید، بعدش نماز خودتان را بخونید و بعد از آن هر کاری که دلتون خواست انجام بدهید. اما از نظر حکم شرعی، این که عرض کردم اولاتا رو بهتر هست، اما از نظر حکم شرعی اگر کسی زن و شوهری روزه بودند و روزه خودشان را افطار نکردند، چیزی نخورده بودند و اولین کاری که بعد از اذان انجام دادند همون همبستری بود، از نظر شرعی روزهشون تمام شده. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که وقتی که آفتاب غروب کرد فقط افطر الصائم، در اینجا دیگه صائم روزش تمام شده، افطار کرده. در واقع چه چیزی بخورد یا چیزی نخورد، در واقع حکمش این است که افطار کرده، حکم روزه تمام شده. الان این رو به اصطلاح چه با همبستری روزه خودشون رو بشکنند افطار بکنند یا مثلا چی غذایی چیزی بخورند، در هر صورت روزه قبلیشون کاملا صحیح هست، اشکالی وجود ندارد. اما سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم این بوده که همیشه با خرما افطار میکردند، خرمای تازه، اگر که نبوده خرمای خشک، و اگر خرمایی هم نبوده با آب معمولا افطار میکردم. این جزء سنت است. اما اگر به قول معروف کسی به زبان بلوچی ما بیوار باشه، دیگه حکمش، کارش، اختیارش با خودش. سلام، سگ به لباس بخوره نماز میشه؟ بله، اشکالی نداره. صرفا این که به اصطلاح سگی از کنار شما رد بشه، به لباس شما بخوره، یا کسی مثلا سگی رو دست بزند، این خود به خود این لباس و به اصطلاح دست شما نجس نمی شود و می توانید که بعد از آن نماز بخونید، هیچ گونه اشکالی ندارد. آیا دهن یکی آبکی باشد و اون آب را قورت بدهد روزهش باطل است؟ ببینید، برای به اصطلاح کسی که وضو میگیرد به صورت کلی فرو بردن آب دهان شکننده روزه نیست. فرو بردن آب دهان شکننده روزه شمرده نمی شود. و اگر کسی وضو گرفت و آب را به صورت کافی، مثلا به صورت کامل از دهان خودش مثلا بیرون انداخت و بعد از آن همون به اصطلاح آب دهانش که بود اون رو فرو برد، این جز شکننده ها شمرده نمی شود. اما اگر می داند که مثلا یک مقداری آب در دهانش مانده و این رو بیرون نریخته، در این صورت روزهش باطل هست. اما اگر که به اصطلاح مزمزه کرده، استنشاق کرده، آبی که در دهانش بوده اون رو به اصطلاح بیرون انداخته و بعد از آن باز هم احساس می کند که دهانش مثلا نم دارد یا مثلا تازه هست که تازه مثلا مزمزه کرده، این اشکالی نداره، شکننده روزه شمرده نمی شود. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله متعال در دین برای ما سختی قرار نداده و ما هم نباید در این زمینه به اصطلاح بر خودمان سخت بگیریم. اگر پریود باشیم می توانیم قرآن بخوانیم؟ نظر جمهور علما بر این است کسی که در حالت پریودی هست نمیتواند قرآن بخواند. اما واقعیت این است که در این زمینه روایت صحیح و صریحی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل نشده. روایتی نداریم که صحیح باشد و پیامبر زنان را در حالت عادت ماهیانه از قرآن خواندن نهی یا منع کرده باشند. چنین چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نشده. جمهور علما حالت پریودی و عادت ماهیانه
را قیاس کردن بر حالت جنابت و گفتن همان گونه که جنوب نمیتواند قرآن تلاوت بکند، پس بنابراین زن هم در عادت ماهیانه نمیتواند این کار را انجام بدهد. اما این قیاس مع الفارق هست، یعنی قیاس صحیحی نیست، به این دلیل که به اصطلاح خود حالت جنابت یک حالت عارضی هست و در اختیار خود انسان هست و مدتش کوتاه هست. هر لحظه‌ای که طرف بخواهد میتواند برود غسل بکند، اون حالت از بین برود و بعد از آن قرآن بخواند. اما پریودی و عادت ماهیانه این گونه نیست، در اختیار خود انسان نیست، مدتش طولانی هست و در این زمینه منع صریحی هم از رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد نشده. بنابر اصل، پس بنابراین اشکالی ندارد اگر خانم ها وقتی که قرآن تلاوت میکنن در عادت ماهیانه از روی گوشی موبایل یا از روی قرآن، در صورتی که قرآن رو دست نزنند، از نظر شرعی ممانعتی ندارد و جایز هست. خصوصا کسی که مجبور باشد برای تلاوت قرآن، فرض کنیم که خانم معلمی هست قرآن تدریس میکند یا دانش آموزی هست مجبور است که قرآن تلاوت بکند، حفظ خودش را تحویل بدهد، در این صورت هیچ گونه اشکالی نداره. حتی اگر کسی خواسته باشد در ماه مبارک رمضان هم این فرصت را از دست ندهد و از روی گوشی تلاوت بکند، ممانعتی در این زمینه وارد نشده است. خب دوستان عزیز، به همین مقدار کفایت میکنیم و تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر شما را به الله متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.